بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. من مهدی هستم از تهران، لیسانس مهندس مکانیک. بفرمایید آقا مهدی. من چیزی که خودم تحقیق کردم راجع به اسلام، یعنی چندین سال دارم راجع به اسلام و ادیان تحقیق میکنم، چیزی که قطع بین همه مورخین اینه که پیامبر اسلام تو مکه وقتی 13 سال دعوت کردن حدود 40 نفر رو تونستن به دین اسلام بیارن، ولی بعدش با جنگ و با کشتار و اینها و هم تو عربستان رو مسلمان کردن. بعد از اینم که ایشون فوت کرد همه عربا که با شمشیر مسلمان شده بود مرتد شدن. همچنین کشور ما رو با شمشیر مسلمان کردن. من میخواستم ببینم این آیا دین خدا، دینی خدایی که باید محبت باشه، عشق باشه و به راه با مهربانی و با دعوت باشه، آیا دین خدا صحیحه که با شمشیر و کشتار پخش بشه؟ همچنین یه حدیثی هم هست که خود حضرت محمد که باعث تو به سیف. آقا مهدی، بله. شما وقتی که تحقیق کردین مصادر تحقیق شما چی بوده؟ من کتابای زیادی رو مثلا یکی از این کتابا رو بگید. مثلا تاریخ طبری، مغازی واقدی، سیره ابن هشام، فتوح البلدان بلازری. اینا که کتابای تاریخه عزیزم، اینا کتابای تاریخه. یعنی شما وقتی که میخواید در کدوم عقل و منطق بشری، وقتی که شما میخواید در مورد یک دینی تحقیق بکنید باید برید. این راجع به تاریخ دین عزیزم مهدی جان شما در کدوم یعنی دانشگاه، در کدوم عقل، در کدوم منطق دیدید که وقتی بخوان در مورد دینی تحقیق بکنن برن سراغ کتابای تاریخ؟ من راجع به تاریخ اسلام اینا رو خوندم، نه راجع به عقاید. شما ببین شما الان حکم کردید در مورد اسلام و پیامبر اسلام از چی؟ از مصادر تاریخی. آیا میشه که با خواندن تاریخ میشه با خواندن تاریخ حکم کرد در مورد یک دین؟ به طور مثال ما الان در تاریخ گذشته رو کار نداریم، همین تاریخ معاصر خودمون 100 سال گذشته، 200 سال گذشته رو بگیرید. در 200 سال گذشته بیش از 120 چند میلیون انسان کشته شدن. چند درصد اینا به دست مسلمان ها کشته شدن؟ آقا مهدی؟ نمیدونم. جنگ جهانی اول وقتی که کشورهایی که اومدن کشتن انسانها رو، اینها مسلمان بودن یا مسیحی بودن؟ انگلستان، فرانسه، بلژیک، آمریکا، روسیه، اینها مسلمان بودن یا مسیحی بودن؟ جواب بدید. نه آقا مهدی در جنگ جهانی دوم اینایی که بمب اتم ریختن در هیروشیما و ناکازاکی، اینایی که قتل عام کردن در کشورهای مانند یوگسلاویا و در بوسنی و در اینا مسلمان بودن یا مسیحی بودن؟ اینا مسیحی بودن ولی اعمالشون به پای مسیحیت نوشته نمیشه. ولی چطور از مسلمان ها به پای اسلام و پیامبر اسلام نوشته میشه، از مسیحی ها به پای عیسی علیه السلام نوشته نمیشه؟ در حالی که در تورات و انجیل گفته که من برای کشتن اومدم، من برای ذبح کردن اومدم. نه میدونید چرا نوشته نمیشه مال مسیحی ها؟ این دلیل داره. دلیلش؟ ببینید دلیل اینه که یه اصلی ما داریم، وقتی یه پیرو دین که خودشو منتسب میکنه به یک مذهبی،
یه عملی رو انجام بده که عمل درستی نباشه، این به پای اون دین نوشته نمیشه. در اصلش رو میگم، فقط در یک حالت نوشته میشه، اونم اینه که اون عملی رو که اون شخص داره انجام میده، اون منسوب به یک دین داره انجام میده، از روی نوشتجات و دستورای اون دین باشه. الان مثلا آفرین مهدی جان، آفرین. ما الان اومدیم از روی نوشتجات و دستورات دین. در کجای دین مبین اسلام گفته که شما برید انسانهای بیگناه رو بکشید؟ یک دلیل از قرآن بیار برای من. گفته، بسیار گفت، نگفته انسانهای بیگناه. یکیش دلیل بیارم بسیار. یک دلیل از قرآن بیارید. آیا الان پیامبر اسلام، من یک حدیث میارم یه آیه میارم. حدیث میگه عمر، از صحیح ترین کتاب شما صحیح بخاری میگه عمرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و انی رسول الله. این یه حدیث. یه حدیث دیگه میگه بعثت بالسیف و جعل رزقی تحت ظل رمحی، من با شمشیر مبعوث شدم و رزق من زیر سایه نیزه‌ام قرار داده شده. هر دو حدیث هم صحیحه. این حدیث، حالا آیه میارم، سوره توبه آیه 5: فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. خب بازم بیارم حدیث زیاده. من الان شما ببینید این احادیثی که ذکر کردید در مورد کسانی هست که سد راه دعوت انسانها به سوی توحید و یکتاپرستی واقع میشن. انسانهایی که مثلا مسلمان ها میخوان دعوت بکنن اهل فارس رو مثلا برای توحید و یکتاپرستی، چون انسان آزاد آفریده شده. گوش کن آقا مهدی، گوش کن. انسان آزاد آفریده شده. هر دین، هر اعتقاد، هر چیزی که انسان خودش به قناعت خودش انتخاب میکنه در این آزاده. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که لا اکراه فی الدین، هیچ اکراه و اجباری نیست در دین. اما وقتی یک حکومتی، الان جنگ، حمله به ایران، جنگ مسلمان ها با ملت ایران بود یا با حکومت ایران بود؟ هیچ عاقلی نمیگه با ملت ایران بود، با حکومت ایران بود. حکومتی که ملت رو برده خودش قرار داده بود، نمیذاش که سخن حق به گوش این ملت برسه. به خاطر این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفهمن امرت ان اقاتل الناس. کدوم ناس؟ اونایی که سد راه توحید و یکتاپرستی واقع میشن. ببین شما وقتی که حکم میکنید، من گفتم که وقتی که حکم میکنید در مورد دین، مثلا سوره ممتحنه، در این آیه الان به صفحه تلویزیون نگاه بکنید. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 8 میگه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکردن نهی نمی کند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام فرستادن به پادشاه ایران و او رو دعوت کردن، مجرد پیام بود، دعوتش کردن به سوی توحید و یکتاپرستی، نه تنها نامه پیامبر رو پاره کرد، بلکه به حاکم خودش در یمن، به فرماندارش در یمن دستور داد که برو سر محمد صلی الله علیه و سلم رو ببر بیار برای من. که چطور یک عرب نمیدونم سوسمارخور بیابانگرد، اصطلاحاتی که تا هنوزم طرفداران اونها استعمال میکنن، جرأت کرده که به پادشاه ایران نامه بنویسه، منو دعوت بکنه به اسلام؟ و چون ملت ایران رو، بشر رو در اینجا دین مبین اسلام میخواست از عبودیت، از بندگی انسانها نجات بده، به بندگی الله سبحانه و تعالی برسانه و حکومت ایران سد راه این دعوت واقع شد. الله سبحانه و تعالی در اینجا امر میکنه که باید با اینا جنگید، چون اگر شما نجنگید با اینا با شما میجنگن. متوجه شدید الان؟ بله. غیر از این من یه صحبتی نه، فقط صحبت یه دقیقه تموم میکنم، حرفم دیگه مطمئن میشه. بفرمایید.
شما گفتین جنگ اسلام با حکومت‌ها و با ظالمینه و ملت ایران که زیر ظلم ساسانی‌ها بود. حالا ملت ایران شاید حکومت ساسانی بهشون ظلم میکرد که شاید هم نه حتما هم میکرد، ولی این ملت در آخرم عاقبت جز این که از یک حکومت ظالم به یک حکومت ظالم دیگه برن نداشتن. اولش موالی نبودن، آزاد بودن، بعد موالی هم شدن. این از این. آقا یه چیز مهدی دیگه آقا هم مهدی آقا مهدی این از این این شما رو من جواب بدم. ملت ایران تقریبا 900 سال در عزت و شرف و سربلندی در سایه اسلام زندگی کردند. شما را به خدا اگر با چشم بصیرت و حقیقت ببینید شعرای بزرگی که ما داریم قبل از اسلام است در ایران یا بعد از اسلام؟ حافظ و سعدی و فردوسی و جامی و اینها قبل از اسلام است یا بعد از اسلام؟ ابو ریحان بیرونی و نمیدونم ابن سینا و این همه علمای شیمی و فیزیک و ریاضی و زبان اینها قبل از اسلام است یا بعد از اسلام؟ ثانیاً ما بزرگترین علمای دین مبین اسلام، محمد ابن اسماعیل بخاری، امام مسلم نیشابوری، ابو داوود بلوچ سجستانی، اینها علمای بزرگ دین مبین اسلام، یعنی این اسلامی که امروز در سراسر دنیا وجود داره، من با قوت میتونم بگم بیش از 50% از بزرگترین علما اینها در تخصصات مختلف از تفسیر گرفته تا حدیث و زبان از ایران بودن، از همین سرزمین فارس بودن. آقا مهدی قطع کردید. ببین برادر گرامی، قطع کردن روش خوب نیست. یعنی وقتی که شما دارید صحبت میکنید حداقل خداحافظی بکنید، تلفنتون رو قطع بکنید برید. چه افتخاراتی داشتید شما قبل از اسلام؟ هر چه افتخاراتی که امروز دارید، همون قومگراهای شما، همون ملحدین شما، همون رافضیای شما، همون نمیدونم گمراهای شما و همون مؤمنین و موحدین شما که بهش افتخار میکنن، همه بعد از اسلام است. قبل از اسلام چی داشتیم؟ چرا نباید که واقع بین باشیم؟ چرا نباید از عقل و منطقمون استفاده بکنیم؟ در 23 سال دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی که از عدالت بدورید، آقا مهدی شما انشالله شما انسان عادل هستید، برید تحقیق بکنید. وقتی تحقیق میکنید برید در قرآن، در سنت تحقیق بکنید، برید تفاسیر و شروح احادیث رو بخونید. همینطوری خودتون قاضی و خودتون وکیل و خودتون متهم و همه چیز خودتون نباشید. کسی که یک طرفه به قاضی بره حتما پیروز برمیگرده. در 23 سال دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در 23 سال دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تعداد کسانی که کشته شدن از 1000 نفر تجاوز نمی کنن. نمونه بیارید در کدوم دین و مذهب این است؟ این است حقیقت اسلام. در 23 سال تعداد کشته شدگان از 1000 نفر هم تجاوز نمی کردن. اما من این سایت مسلمان ها نیست. احمد جان نشون بده. سایت خودشون است. تروریسم در دین ها، کدوم دین تروریسم است؟ کدوم دین آدم کشی است؟ مسلمان ها اگر کاری در ایران انجام دادن، در افغانستان انجام دادن، در هر گوشه، طالبان کاری کردن، حزب الله کاری کرد، نمیدونم فلان کاری کرد، همه به پای اسلام نوشته میشه. کجای اسلام گفته این کارو بکنید؟ اما جالبه که در جنگ هایی که صورت گرفته یک آمارگیری کردن، 102 میلیون کشته. احمد جان نشون بده این تصویر رو. در بین 102 میلیون کشته در جنگ جهانی، این قسمت آبی رو میبینید؟ اینها به دست مسیحی ها کشته شدن. کشورهای مسیحی اروپایی.
همه جنگ هایی که رفتن با صلیب رفتن. نشان دهنده چی است؟ که این جنگ مذهبی است. بوش نگفت، گفت که جنگ افغانستان، حمله به افغانستان یک جنگ مقدس است، جنگ صلیبی است. جنگ به سوریه، مگر سربازان سوریه رو ندید که صلیب رو میبوسن سوار هواپیما میشن؟ حمله روسیه به سوریه یک جنگ صلیبی است. اونها، شما که 1000 مرتبه بگید که نه به پای مسیحیت نوشته میشه، چرا که اونها ادعا میکنن که مسیحی هستن و این یک جنگ مقدس است که بر علیه اسلام میکنن. در مقابل این کشته هایی که در جهان صورت گرفته، فقط این قسمت سرخ به دست مسلمان ها کشته شدن، بقیه اینا همه به دست مسیحی ها کشته شدن. کدوم مذهب تروریسم است؟ اسلام یا مسیحیت؟ کدوم دین تروریسم است؟ اسلام یا مسیحیت؟ کسانی که میخوان در مورد اسلام مطالعه بکنن، برن از مصادر اسلام، نه از کتاب‌های تاریخ، و حتی از کتاب‌های تاریخ هم وقتی که میرید مطلبی رو میخونید و حکم میکنید، واقعیت رو بگید.